سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و کسایی که از ربات ویز استفاده میکنن. امروز تصمیم بر این شد که کلیپ آموزشی تغییر متن در ربات ویز رو براتون بذارم و آموزشش رو بهتون بگم. برای این کار باید به هاست سرورمون وارد بشیم. من از برنامه WinSCP استفاده میکنم که شما میتونید از هر برنامه دیگه استفاده کنید، ولی من از WinSCP استفاده میکنم. با استفاده از IP سرورتون، یوزرنیم پسوردتون وارد سرورتون که میشید که من قبلا این کار کردم. الان وارد شدم، این روت اصلی سرورم هستش. بدون بک میزنم، میام یه پوش قبلتر به داخل پوش وار میرم، بعد www بعدش html، بعدش دو تا پوشه هستش، یکیشون ویز پنل، یکیشون هم ویز تایم بوت که این پنل برای بالایی برای پنلتون هستش و پایینی هم برای ربات سرورتون که وارد پایینی میشیم. توی این پوشه وارد سیتینگ میشیم، یه دونه فایل هستش به اسم value.php که من اینو حذف کنم اول. value.php رو هم میتونید همینجا ادیتش کنید و متناشو تغییر بدید، یا اینکه میتونید دانلودش کنید و توی کامپیوترتون سیستمتون تغییراتش رو اعمال کنید. الان من دانلود کردم اومد اینجا. این فایل رو من با نوتپد یا هر برنامه دیگه، ادیتور دیگه میتونم ادیت کنم که از ویژوال استودیو کد استفاده میکنم. همه متنای ربات الان میبینید که هست. برای مثال سلام سلام پایین تر. آها، که من اولش تغییر دادم سلام به ربات ماهوال وی پی ان خوش آمدید، ما اینجاییم تا شما را بدون هیچ محدودیتی به شبکه جهانی متصل کنیم. همه آیکون ها، استیکرها و متن رو میتونید تغییر بدید، هر متن دوست داشتید. بعد تغییر فایل رو دوباره سیو میکنید و بس سلام. سیو کردید همین فایل رو دوباره روی سرورتون که باز هستش آپلود میکنید، ریپلیس میشه روی همون فایل قبلی، یعنی جایگزین اون فایل قبلی میشه و متن‌ها تغییر داده میشن. هر سوال دیگه ای و هر مشکل دیگه هم داشتین من در خدمتم.